امام ابو حنیفه رحمت الله وقتی دین را آموخت، به خاطر از این آموخت که به زبان فارسی به ملت خود، به مردم خود بیاموزانه، تا ملت و مردمش عربا فریب نتن، تا ملت و مردمش عرب انتحاری و انفجاری و افراطی تربیه نکنه، تا ملت و مردمش عرب افراطی و وهابی تربیه نکنه، تا دین اسلام برش درست برسه، تا دین اسلامی که خداوند برای روی زمین فرستاده او برش برسه. امروز جوانای تاجیک افراطی هستند، یا از لحاظ عیاشی افراطی هستند یا از لحاظ دین افراطی هستند. هر دوش غلط است. در دین تعادل است. شما میفهمید که در قرآن عظیمشان یک سوره از بنام برای میزان تعادل در دنیا، در کائنات، در هستی، در کارهای پروردگار. به خاطر چی؟ شما فکر میکنین که دنیا تصادفی روی هم استاد است و کار میکنه؟ آفتاب بلند میشه، پایین میشه، 4 فصل بارندگی، برف، نعمتهای پروردگار، میوه، گلستان. به خاطر چی است؟ این به خاطر میزان است، تعادل است در دنیا. و هر انسانی که در زندگی خودم تعادل داشته باشه، زندگیش خوب است، راهش درست است. ما دین را اگر محکم میگیریم، دنیا را نفرت میکنیم. اگر دنیا را محکم میگیریم، دین فراموش ما میشه. و ایجا به این معناست که ما اشتباه داریم میکنیم. ما باید در زندگی خود تعادل داشته باشیم. علامه اقبال لاهوری میگه در یکی از کتابای خود میگه در دنیا بسیار غوغا برپا شده، بسیار سوال میپرسن، بسیار میگن که آیا خدا وجود داره یا نه، آیا خدای هست یا نه. میگه من برشان یک سوال دیگه میکنم، از پیششان یک سوال دیگه برشان پیش میکنم و برشان میگم که آیا خودت هستی؟ وقتی خود انسان باشه، خود را ببینه، خود را بشناسه، شما باور کنین که به خالق خود میرسه، به خداوند میرسه، خدا را میشناسه. مشکل جوانای تاجیک امروز این نیست که شیشه میکشن یا قیلون میکشن یا سیگرت میکشن یا طرفدار آزادی هستن. از خود بیگانه هستن، از خود بیگانه هستن، از زبان خود بیگانه هستن، از تاریخ خود بیگانه هستن، از ارزش‌های خود بیگانه هستن. یک تعداد تاجیکا در دامن عربا خود انداختن، عرب شدن. یک تعداد تاجیکا در دامن ترکا انداختن، خود ترک شدن. یک تعداد تاجیکا خود در دامن قفقاز و ازبک انداختن، قفقاز ازبک شدن. امروز تاجیک زبان مادری خود بلد نیست، 24 ساعت عربی صحبت میکنن. ما با زبان عربی مشکل نداریم، اما اگر تو میخوای زبان عربی یاد بگیری، اول زبان مادریت یاد بگیر. مادرت تو رو به دنیا آورده، زبان مادریت بلد نیستی، روسی حرف میزنی اما میری در دامن عرب خودم اندازی. زبان عربی را اگر یاد میگیری به خاطر قرآن عظیم‌الشان یاد بگی، اما با زبان فارسی دوباره ترجمهش کو، بیاموز و درس بده.